زمین‌لرزه قوی روز هفتم دکبر مناطق گوناگون تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه را تکان داد. در مرکز زمین‌لرزه در ناحیه مرغاب در بدخشان نیروی آن به 7 درجه جدول ریختر رسیده است، ولی مقامات گفتند در این حادثه طبیعی کسی آسیب ندید. با گفته مرکز زلزله سنجی تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 12:30 رخ داد و در پایتخت نیروی آن از 3 تا به 4 درجه رسید. مقامات گفتند به ارزیابی خسارات احتمالی از زمین لرزه شروع کردند. درباره زلزله امروز صحبت داشتم با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه. کیومرث، ارزیابی های اخیر از زمین لرزه در تاجیکستان چه را نشان داده است؟ بله طاهر، واقعا ساعت 12:50 امروز تاجیکستان را یک زمین لرزه شدید تکان داد و مرکز زلزله شناسی تاجیکستان پس از چند لحظه این حادثه اعلام کرد که مرکز زلزله در نزدیکی ناحیه مرغاب ولایت بدخشان کوهی و در 22 کیلومتری کولی سرز بوده است. مسئولان این مرکز گفتند که نیرو یا اقتدار زمین لرزه در محل وقوع زلزله به 7.2 درجه ریختر و در نزدیکی کولی سرز به 6 و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به 3.4 درجه ریختر برابر بوده است. در پی این زمین لرزه کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که به حساب کتاب خسارات این زمین لرزه شروع کرده است و در صحبت با رادیو آزادی بعضی از نمایندگان حکومت‌های ولایت بدخشان از جمله حکومت ناحیه مرغاب اعلام کردند که از این زمین لرزه برخی از خانه‌ها قسما ویران شدند، همچنین سنگریزه مشاهده شده است. همین طور هنوز خسارات وارده از این زمین لرزه هفتم دکبر هنوز حساب نشده است، ولی بنا به اطلاعی که در دست ما هست، دسترسی ما شده است، معلوم است که اساساً خانه ها قسما ویران شدند یا که پره ویران شدند، ولی کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگه که تا انجام حساب کتاب در این باره باید انتظار شویم. و خودی ساکنان درباره زلزله چی میگویند؟ خود ساکنان واقعا میگویند که زمین لرزه به حد سخت بود که بعضی آنها مجبور شدن خانه هاشان را ترک کنند، به خصوص آنهایی که در بناهای بلند آشیانه زندگی میکنند یا که منزل زیستشان خانه هایشان در نزدیکی کوه ها جایگیر است. طوری ما مشاهده کردیم در شبکه‌های اجتماعی یکمین شده باز هم ساکنان از زمین لرزه خبر دادند و آنها بودند که این زمین لرزه را به تصویر کشیدند و گفتند تا چه حد شدید بوده است. واقعا هم بعضی آنها نوشتند که حتی مشاهده کردند چطور آدمان در داخل بناها تلاش هر چه زودتر به پایین فرآمدن را میکردند و بیرون برآمدن را میکردند تا خودشان نجات دهند. واقعا این زمین لرزه سیوم طی تقریبا بیش از یک ماه اخیر است که تاجیکستان را تکان میدهد و ساکنان را در یک حالت اضطراب و نگرانی قرار میدهد. زمین لرزه ماه اکتبر بسیار شدید بود و حتی بسیاری ها گفته بودند از اون میترسیدند که اگر بنایی که آنها در آنجا قرار داشتن به زمین فرو میرفت آنها را چطور پیدا میکردند. تشکر همکارم